چرا علی دایی از پژمان جمشیدی طرفداری کرده؟ اختلاف و درگیریش با علی کریمی حقیقت داره؟ سلام دوستان کانال ماریا تیوی، خوش اومدید. اگر به بیوگرافی و حواشی سلبریتی ها علاقه دارید حتما کانال رو سابسکرایب کنید و یادتون نره یه لایک خوشگلم به ویدیومون بدید. علی دایی در 14 بهمن سال 48 به دنیا آمده، اما برای اینکه یه سال زودتر به مدرسه بره روز تولدش در شناسنامه 1 فروردین 48 درج شده. در کودکی پدرشون رو شهریار صدا میکرد که این نام الان لقبشه. علی دایی بازیکن سابق و سرمربی فوتباله. فارغ التحصیل لیسانس متولوژی از دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس تربیت بدنی و دکترای رشته جامعه شناسی ورزشی از دانشگاه آزاده. علی دایی به عنوان فرزند سوم خانواده در اردبیل و در خانواده ترک زبان به دنیا آمده. 4 برادر به نامهای عبدالله، محمد، حسن و حسین داره. تنها خواهرش هم در 15مین روز زندگیش به خاطر بیماری که داشت فوت کرد و پدر مرحومش هم راننده کامیون و مادرش هم خانه‌دار بوده. در سال 56 در 8 سالگی علی دایی به سمت فوتبال رفت تا اینکه در سال 67 در 19 سالگی به تیم استقلال اردبیل پیوست و بعد از قبولی در دانشگاه وارد تیم تاکسیرانی شد. از سال 69 تا 73 در تیم بانک تجارت بازی کرد و با درخشش در این تیم به تیم ملی دعوت شد تا اینکه سال 73 به پرسپولیس پیوست. دایی در اولین فصل حضور خود در پرسپولیس 15 گل به ثمر رسوند تا اینکه سال 75 با قرارداد 1 ساله به تیم السد قطر پیوست. از بین برادراش محمد دوست داشت فوتبالیست بشه و بعدها هم به عنوان دستیار علی دایی همراهش بود. خیلی هم میگفتن که علی دایی اونو با پارتی بازی آورده. علی دایی هم گفت که من باهاش راحت ترم. توی دوران بچگیشون همشون طرفدار استقلال بودن، ولی سرنوشت اونو به عضویت پرسپولیس در آورد. سال 67 در 28 سالگی همراه کریم باقری به تیم آرمینیا بیلفیلد آلمان پیوست و در 25 بازی به میدان رفت، اما فقط 7 گل زد و تیمش به لیگ 2 سقوط کرد. در سال 77 با تیم بزرگ بایر مونیخ قرارداد 3 ساله بست و تونست در فصل اول 23 بازی برای این تیم در بوندسلیگا به میدان بره و 6 گل هم بزنه. علی دایی سال 81 به تیم الشباب امارات ملحق شد و در یک فصل در 25 بازی تونست 11 گل بزنه تا اینکه سال 82 به تیم پرسپولیس پیوست. اما سال 85 به تیم سایپا ملحق شد و در نهایت سال 87 در 39 سالگی برای همیشه بازی رو کنار گذاشت. دایی از سال 72 که 24 ساله بود تا سال 85 در 149 بازی برای تیم ملی به میدان رفت و تونست با 109 گل به عنوان آقای گل جهان معرفی بشه. 11 شهریور 1400 کریستیانو رونالدو با 180 بازی ملی تونست رکورد علی دایی رو بشکنه. دایی سرمربیگری رو از سال 85 زمان بازیکنی شروع کرد و سال 87 تا 88 هم مقطع کوتاهی هدایت تیم ملی رو بر عهده داشت. از سال 88 تا 90 در پرسپولیس بود تا اینکه بعد از سرمربیگری در سبای قم، نفت و تهران، در نهایت سال 98 آخرین تجربه او سرمربیگری در سایپا بود که رقم خورد. اما بالاخره علی دایی همبازی قدیمی پژمان جمشیدی ازش حمایت کرد و گفت احساس میکنم پژمان جمشیدی قربانی یک توطئه و پاپوش شده. اگه کسی مرتکب اشتباهی باشه باید تاوان اون رو بده، اما من پژمان رو کامل میشناسم. یه روز حقیقت ماجرا مشخص میشه. پژمان جمشیدی رو از دوران جوانیش میشناسم. اون توی خانواده فرهنگی بود. پسر محترمیه. از همه لحاظ اخلاقش زبان زده. چه اون زمان که تو فوتبال بود و چه حالا که وارد هنر شده. همیشه برای کسوت ارزش قائل بود و به بزرگترها احترام میذاشت. من بد اخلاقی ازش یادم نمیاد. پژمان جمشیدی مجرده و به عنوان یک انسان مجرد روابطش با آدمای متأهل فرق میکنه. من تو جریان ریز ماجرا نیستم، ولی تا جایی که شنیدم و خبر دارم احساس میکنم براش یه پاپوش دوختن. اگه کسی مرتکب اشتباهی شده باشه تاوانش رو باید بده. در هر جایگاهی هم که باشه فرق نمیکنه. اما من پژمانو کامل میشناسم. متاسفانه حسادت در سینما و هنر ما هم مثل ورزش وجود داره و این حسادت‌ها
باعث یه سری توطئه‌ها و بازی‌های پشت پرده‌ای میشه. بعید میدونم که این اتفاق به اعتبار و محبوبیت پژمان جمشیدی لطمه بزنه. مردم ما پژمان رو خوب میشناسن و خدا رو شکر بینش و فهم خوبی هم دارن. ماه برای همیشه پشت ابر نمیمونه. یه روز حقیقت ماجرا مشخص میشه. امیدوارم روزی برسه که در ورزش، هنر و جامعه ما حسادت جای خودش رو به تلاش بده و ما وقتی آدم موفقی رو میبینیم به جای حسادت تلاش کنیم مثل اون موفق باشیم. اما برسیم به زندگی خصوصی علی دایی. علی دایی اولین بار با خانومی به نام مهسا نامزد کرد ولی ازدواج نکردن که ثمره این زندگی یه دختر به نام دنیز متولد سال 83 است. با این حال این زندگی بعد از مدت کوتاهی به جدایی ختم شد و همسر و دخترش راهی کشور انگلیس شدن. دایی سال 83 در 35 سالگی با خانم مونا فرخ‌آذری طراح جواهرات ازدواج کرد که اون زمان مراسم مجلل عروسی این زوج بیش از 100 میلیون خرج برداشت. ثمره این زندگی هم یه دختر به نام نورا متولد سال 90 هست. خانم فرخ‌آذری مثل علی دایی اصالتاً اهل اردبیل و متولد سال 56 و در رشته کارشناس ارشد مهندسی صنایع غذایی تحصیل کرده. اما علی دایی در سال 1401 در گفتگو با عادل فردوسی پور صراحتاً اعلام کرد که تاکنون یه بار ازدواج کرده و از این ازدواج هم صاحب 2 فرزنده. چند روز بعدش دختر اولش دنیز با انتشار دلنوشته و عکس کودکی خود کنار مادرش مهسا به صورت غیر مستقیم به صحبت‌های پدرش واکنش نشون داد. همینا باعث حواشی خیلی زیادی توی فضای مجازی علیه علی دایی شد. اما علی دایی علاوه بر اینکه صاحب برند داییه، نمایندگی آدیداس و نایک رو هم داره و در ساختمون سازی و بساز و بفروش هم خیلی فعاله. شعبه‌های مختلفی از فروشگاه برند جواهرات و نمایندگی برندهای معروف لباس رو هم داره و صاحب چندین شعبه رستوران در تهران و شهرهای مختلفه. او به عنوان چهره در انواع تبلیغات بیلبوردی حضور داره و در زمینه صنایع غذایی با یکی از دوستان فرانسویش هم همکاری میکنه. اما تصادف علی دایی در فروردین سال 90 با پرادوی شخصیش از تلخ‌ترین حوادث فوتبالی بود که البته ختم به خیر شد و با چند عمل زیبایی اثر جراحات وارده ترمیم و محو شد. دایی به 5 زبان عربی، آلمانی، انگلیسی و ترکی و البته فارسی هم تسلط داره و تا حدودی زبان فرانسه هم میفهمه. اما میگه یادگیریش رو نیمه کاره رها کرده. در دهه 70 با کمک یکی از دوبلورهای مطرح قصد داشت لکنت زبانش رو درمان کنه، اما وقتی دید نتیجه نمیگیره درمان لکنتش رو برای همیشه رها کرد. او دوران کودکی با این مشکل مواجه بوده و اما در سال 87 به پاس افتخارآفرینی‌هاش استادیوم ورزشی علی دایی در شهر اردبیل ساخته شد. در تیر ماه 1400 هم خروجی بزرگراه باکری تهران با اتوبان کرج تا ورودی اصلی مجموعه ورزشی آزادی به نام علی دایی به ثبت رسید. علی دایی میگه شاید در برابر خیلیا هیچی نداشته باشم، اما به خاطر بیزینسام خانواده‌های زیادی میتونن کنار من نان بخورن و در چرخه زندگیشون میتونم مؤثر باشم. اما ریشه اختلاف علی دایی و علی کریمی از کجا شروع شد؟ در اواخر دهه 70 و اوایل 80 هر دو از ستاره‌های بزرگ فوتبال ایران بودن. در تیم ملی هم با همدیگه بازی می‌کردن. دایی کاپیتان بود، کریمی پدیده جوان و فنی تیم. اما از همون موقع گفته میشد که بینشون اختلافات شخصیه. دایی اهل نظم، جدیت و انضباط بود، کریمی روحیه آزاد و احساسی داشت. در اون سالها وقتی دایی هنوز کاپیتان ملی بود، گفته شد که کریمی و چند بازیکن از رفتارش ناراضی بودن. در بعضی از مصاحبه‌ها هم کریمی کنایه‌هایی زد. هرچند هیچ وقت مستقیما اسم دایی رو نبرد، اما رسانه‌ها ازش تیترم ساختن. از اون موقع به بعد رابطه‌شون سرد شد و خیلی‌ها گفتن بعد از بازی‌ها حتی با هم صحبت هم نمی‌کردن. وقتی که علی دایی سرمربی تیم ملی شد در سال 87، علی کریمی از تیم کنار گذاشته شد. این اتفاق باعث شد رسانه‌ها رسما از درگیری و تسویه حساب قدیمیشون بنویسن. ولی سالها بعد در برنامه‌های مختلف از جمله 90 و مراسم‌های فوتبالی چند بار کنار همدیگه هم دیده شدن، ولی نه مصاحبه مشترکی داشتن و نه نشونه‌ای از صمیمیت واقعی.
در واقع میشه گفت که هیچ دشمنی علنی بینشون نیست، اما گرمی رابطه هم وجود نداره. نظر شما درباره علی دایی چیه؟ آیا کار درستی کرد که از پژمان جمشیدی حمایت کرد؟ حتما نظرتون رو برام کامنت کنید. ممنون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. در آخر هم یکی از این دوتا ویدیو رو حتما ببینید. ممنونم.